مرکز مطبوعات ملی دوشنبه خبر داد که یک راننده تاکسی 1111 برای تغییر یک جوانزن به شبانه روز حبس مأموری محکوم شده است. میلیسیا دوشنبه می نویسد گرچنده از جانب کارمندان مقامات میلیسیا نسبت به آن نفرانی که با الفاظ قبیح و عمل و رفتار ناجای خود باعث آزار لفظی و جسمانی زنان میگردند چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود هم، ولی بازم نفرانی هستند که نسبت به زنان بدرفتاری میکنند. از جمله در اساس مراجعت یک ساکن پایتخت از جانب کارمندان میلیسیا، شهروند رازقوف شهرام، سال تولدش 1991، استقامت کننده شهر دوشنبه، راننده автомашین تمغه خوندای رقم قید دولتیش 7483 05 دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معاین گردید که نام برده سانه 27 ایول سال جاری نسبت به یک نفر جوانزن 30 ساله ساکن کوچه هویدولویف به احترامی ظاهر نموده با الفاظ قبیح شان و شرف او را پس زده است. ضمن پرسش و سنجش نوار جای حادثه گناه‌های صادر نموده دستگیر شده رازقوف شهرام به پررگی اثبات خود را یافت. گفته می شود در خبر میلیسیای پایتخت تاجیکستان وابسته به این حالت نسبت به رازقوف شهرام طبق طلبات ماده 460 مایه اوباشه کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده نسبت به نام برده در اساس قرار دادگاه جزا در نمود حبس ماموری به مهلت 10 شبانه روز تطبیق کرده شد. درباره سبب با آن جوانزن مناقشه کردن شهرام رازقوف چیزی گفته نشده است. خود راننده حبس شده برای شرح این ماجرا دسترس نیست.